افروزد عمرم به چی کار آید بی روی دل افروزد عمرم به چی کار آید بی لعلی جهان سوزد جان در چشمار آید شد کشتی صبری من در بحری هوایت غرق شد کشتی صبری من در بحری هوایت غرق هیهات که آن کشتی روزی به کنار آید هیهات که آن کشتی روزی به کنار آید چهره براندازی آن لحظه که تو برخند از چهره براندازی در دیده مشتاقان گل راست چو خار آید در دیده مشتاقان گل راست چو خار آید هر گل که به بار آید بر جان و دلی خسرو هر لحظه من باری بر جان و دلی خسرو هر لحظه من باری کین عاشقی مسکین هم روزیست به کار آید کین عاشقی مسکین هم روزیست به کار آید روزیست به کار آید این سرود را ما سالها قبل با صدای بسیار هم خوب و شنیدنی هنرمند خلقی جورابک نبیف شنیده بودیم و این سرود هم در شمار آن سرودهای خاطرمان است که سال تا سال با گذشتن زمان محبوبیتش بیشتر می شود. سلام دوستان عزیز، شماتون بخیر باشد. باز هم با برنامه خاطره ها همراه شما هستیم و این شما در برنامه ما رو همراهی میکنند انسمبل شش مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف و همصحبتمون هستند هنرمند شایسته کشور خورسند مراد ظریفوف. خوش آمدید. تشکر زیاد، سلامت باشید. و سرود اول که اجرا کردید گفتیم آهنگ جورابک نبیف بود و خودی استاد نیست این سرود رو اجرا کرده بودند و متن از امیر خسرو دهلوی بود. سرودی که اجرا کردن از طرف رسولوف تلویزیون اجرا شد، خیلی خوب هم سراییدن. آهنگی هنرمند خلقی تویستان استاد جورابک نبیف است. شما اثر بینید که خیلی ایجاد کردن استاد کرونا، چون استاد خودشون بسیار داننده موسیقی شش مقام هستند.
خیلی هم اجرا کردن میسرایان مخلصان زیادی دارن و اثر از همون بعضی نمودهای مقام گرفته ایجاد کردن که ببینید چه شروع هم ناله های شروع دارد درآمد دارد نیم ارج دارد فروور دارد خیلی هم ماهرانه استفاده برای استاد جرابی و خودشون هم بسیار هم خوب اجرا کرده هستن این اثر رو خیلی شما گفتید که اثری ماندگار است عموما کم در کم مثلا هنرمنده هستن که ایجاد میکنن با دو سه سرود در دل شنونده راه میابند نقطه‌های زیاد پیدا میکنن خودی همین اثر هم همینطور است چیزی که مثلا آهنگ قلبنده که از طرفی استاد کشیری جورای صدا داده تا امروز چقدر سال گذشته است هیچ محبوبیتش گم نمیکند اگر آهنگ شروع ایجاد شد آهنگ غزلی خوب باشد به معنی باشد اگر هیچ وقت وای چشه گم نمیکند محبوبیتش سال تا سال همین نسل جوان هم اگر بیند که هم آهنگ خوب است از طرفی آهنگساز خوب ایجاد شده است غزلش بسیار غزلی خوب است از امیر خسرو دهلوی ببینید شکل غزلی بسیار هم خوب است محبوبت پیدا میکند و جوان ها هم حرکت میکنند یک چیزی اجرا کند که محبوبیت داشته باشد همون اثر و حالا ما شنیدیم علی جان هم خیلی خوب سرایدن آن چیزی که استاد جرابی نبی استفاده بردن در هم خودی اثر این کسان خیلی ماهرانه استفاده بردن من اثری بسیارم خوب است اثری هست که من باور دارم که 1000 ساله گذرد دیگر نسل جوان اجرا میکنند این صورت بله و جوانان اون نفری رو پیروی میکنند که بیشک سبک و اسلوب خاص خود رو در جدای صنعت دارند یک شیوه اجرایش بسیار فوق‌العاده نیست مکتبی خودشون دارند بله استاد جورابک نبیوف نیز داشتن یک شیوه بسیار فوق‌العاده که کاری استاد همین است یک ایجادیات خاصه استاد که در ذهن ما در خاطره ما تا امروز اسمشون هست و در مورد سبک اون کس در مورد ایجادیات دیگرشون یک کمی حرف بزنید استاد جورابک نبیوف آهنگای زیادی دارن اثرهای زیاد مثلا باید آهنگی دارن به نام تیری نگاه غزل از نقیب خان تورال آهنگی استاد جورابک نبیوف است همون آهنگ هم اینه چه ماهرانه ایجاد کردگی استاد جورابک نبیوف اصلا خودشون از استاد صادقخان استاد زبردستی خلق تاجیک دوام دهنده مکتبی استاد صادقخان حافظ هستند و اون اثرهایی که مثلا یک اثری استاد اجرا کردن در جان چند اثرهایی دارن که با رویه همین مکتبی استاد صادقخان ایجاد شده است و خودی دلیل جانم شاگردی مکتبی از مکتبی استاد جورابک نبیوف درس آموختن و امروز دوام دهنده این مکتب هستند و در این قسمت از برنامه یک سرود دیگر داریم که این با سبک و اسلوب و همون ساختار آهنگ‌ها از صادقخان حافظ آماده شده است این سرود رو با هم میشنویم دوستان و بعدا در موردش صحبت رو ادامه میدیم کجاست
فضلی او در دل است اما ندانم دل کجاست جان پاک از تام پری رخسار از سر تا قدم ورنشکلین چنین در نقش آب و گل کجاست ناسی ها عقل از مقیم مانی سری کویش نخوام ما همه دیوانیم اینجا کسی عاقل کجاست ما همه دیوانیم اینجا کسی عاقل کجاست آرزوی ساقی و پیری موام دارم بسی آن جوانی خوب رو و مرشدی کامل کجاست در شبی وصل از فرو بی ماهی گردون فارغم این چنین ماهی که من دارم در آفل کجاست این چنین ماهی که من دارم در آفل کجاست چون هلالی حاصلی مادر دیش آمد دلیل ای باید عشق موزم را ای زهدی بی حاصل کجاست عشق موزم را ای زهدی بی حاصل کجاست ما همه دیوانیم اینجا کسی عاقل کجاست سلامتم یک اجرای واقعا هم خوب بود، یک اجرای فوق‌العاده که همگی استراحت کردیم. ما که از روی معلومات‌های جمع‌آوری کرده‌مون کم و بیش می‌دونیم در مورد همین اشاق و فروغ و دیگر واژه‌هایی که در شش مقام هستند. واضح‌تر برامون بگویید در مورد این سرود. حاضر ما خیلی که از طرف قویخان اسمانوف این اثر را گوش کردیم، اثر با نام فروغ صادرخان. اصلا خیلی شما گفتید که با اشاق صادرخان مانند، با اشاق سمرقند مانند، خیلی همون اشاقی که ایجاد شده است از اشاق کلان سر می شود. مثلا اشاق سمرقند، اشاق اسفره، اشاق صادرخان، اشاق دوشنبه،
استاد جوری میروز ایجاد کردن همش این از زمان شوق کلان گرفته شده فقط استاد کرونا کرده همینا ایجاد کردن استاد صادرخانم همین فروغی صادرخان میگیم ماهرانه استفاده بردگان از شوق از نمودهای شوق اصلا خودی همین اثر اول فروغ میرد بعد شوق صادرخان میرود شوق صادرخان مثلا از پرده ری خانیدگر پرده سیب تمام میشه فرووردش وقتی تا خط کردم اول همین من چند بار گوش کردم از استاد جورابی نبی فهم گوش کردم از استاد جورابی برود فهم گوش کردم از استاد بهمن نیود فهم گوش کردم چند هنرمندی که خوندن اول فروغ میرود بعد شوق میرود شوق صادرخان میرود غزلش هم بسیار غزلی از هلالی است استاد زنده باد هلالی بسیار هم غزلی مشهور بسیار معنی بلند دارد ما همه دیوانه ایم اینجا کسی عاقل کجاست یعنی بزرگی غزل بینید خودی هنر استاد برای ایجاد کردن اثرهای ماندگار این فقط یک فروغی صادرخان و شوق صادرخان چند آهنگی دارن که علاقه در اطوار گرفته شده در ششمخومی که کتابی نو برآمد هنرمندی خلقی تویستان نامزد علم‌های صنعت‌شناسی عبدالولی عبدالشریف چاپ کرده بردن همین اثرها همش در اطوار گرفته شده بود مثلا اون کتابایی که ششمخومی که سالی 50 بعدی 50 چاپ شد 6 کتاب همین اثرها در اونجا مثلا خوشی نور ناجول شوق صادرخان فروغ صادرخان چند قدر اثرهایی بودن که در روی مقام ایجاد شده بودن حاضر من همین اطوار بگرفتن در کتابی که نو چاپ شد علاقه در دستی استادایی که حاضر در کنسراتوار کار میکنن در دانشگاهی دولت فرهنگ و صنعت توستان من استاد ترسون زاده کار میکنن همین در اطوار گرفته شده و به جوانان میآموزانن این خیلی خوب است چون که این اثرها بسیار اثرهای چیگم شاهکاری بسیار هم هزار ساله هم بگذارد یعنی هم کسان فراموشان میکند از زبان هم مثلا همین فروغی صادرخانه من باور دارم که در خاندانی هر یک تاجر دریدگر که اگر سرایت اگر در مابین 10 کس 2 نفر 3 نفر شنوندی و باشه ممکن که یک تا فروغ صادرخانه خانمان به سرایتی یعنی خیلی مشهور است این چقدر ما داریم مثلا در کوهستان آهنگوی هستند که و آموختن در کار و علما تحقیقات بردن در کار با نسل نورست آموزاندن در کار بله این سرودها رو نیست مثلا نفرانی که نوقدم هستند دانشجو هستند در همین سوها رو میخواهند ادامه بدن اجرا کردن نمیتونند باید چند سال تجربه داشت بله البته به مثل نفرانی که عین حال سرود رو برامون اجرا کردن تجربه زیاد قوی خون که من آوازی سرایدن بسیار خوب هم سرایدن بله کسبیت لازم است و سرودی آخرون که داریم کی اجرا میکند برامون حاضر اثری که اجرا میشود از طرف رسول دریجان و اسمانوف قوی خان تلقینچی سبا نام دارد از مقام راست است این هم یکی از اثرهای مشهوری که در 6 مقام ایجاد شده است ایجاد کردن و امروز بسیار محبوبیت هم دارد این بسیار مشکل سرایدن این خودی همین اثر غزل از حافظ است حاضر یک جای گوش میکنیم مرحبت طرز اجرای ششه از طرفی قوی خان و دلیل جان مرحبت
صبورم سازم تشکر زیاد به شما و همگی به برنامه‌مون خوش آمدید. دوستان عزیز، ما وقتی در اختیار داشتهمون اینجا به انجام میرسد. بار دیگر یادآور میشویم که در برنامه اینجا ما رو همراهی کردن انسامبل ششمخام فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام یک شریف جورایف و همصحبتمون بودن هنرمند شایسته کشور خورسند مراد ظریپوف و یک چند سرودی براتون پیشنهاد کردیم که از موسیقی سنتی تاجیک ششمخام بودند و حالا که فرجام برنامه است، با امید خوبی های زیاد، با امید آنه که زندگیتون پر از زیبایی ها باشد، برنامه رو جنبست میکنیم و تا دیدار بعدی خیر.